یه دختر کوچولو بود که وقتی 5 سالش بود پدر مادرش رو از دست داده بود. مادر بزرگش اونو به خونه خودش برد، ولی زندگی خیلی براش سخت شد. شبها توی یه زیرزمین سرد میخوابید. صبحا که بیدار میشد باید همه کار خونه رو انجام میداد. این در حالی بود که مادر بزرگش بالا نشسته بود و راحت تلویزیون میدید. وقتی همسایه ها می اومدن مادر بزرگ در زیرزمین رو قفل میکرد. میگفت اگه به کسی بگی میفرستمت توی خیابون. دختر هر شب دعا میکرد خدایا چرا کمکم نمیکنی؟ چرا من باید این همه سختی بکشم؟ سالها گذشت. دختر بزرگ شد و رفت. دیگه هیچ وقت هم به عقب نگاه نکرد. یه روز یکی تماس گرفت. مددکار اجتماعی بود. گفت مادر بزرگت خیلی مریضه، میخواد تو رو ببینه. دختره با عصبانیت گوشی رو قطع کرد. مهم نیست، اون سالها من عذاب داد، ولی ته دلش یه چیزی ولش نمیکرد. آخرش برگشت. مادر بزرگ ضعیف و شکسته روی تخت بود. دختر با گریه پرسید چرا با من اینقدر بد بودی؟ مادر بزرگ آروم گفت وقتی پدر مادرت رفتن کلی بدهی گذاشتن. من همه چیزمو فروختم که تو گرسنه نمونی. میترسیدم اگه مردم بفهمن فقیر شدیم تو رو ازم بگیرن. دختر زد زیر گریه. من هیچ وقت نمیدونستم مامان بزرگ. چند هفته کنارش موند، براش کتاب خوند، دستشو گرفت، مثل یه بچه ازش مراقبت کرد. یه روز صبح روی میز کنار تخت یه نامه پیدا کرد. توش نوشته بود دختر عزیزم، همیشه دوست داشتم ولی بلد نبودم نشونت بدم. ممنون که برگشتی. حالا میتونم با خیال راحت برم. و همون لحظه دختر فهمید خدا بعضی وقتا با بخشش به زندگی آدم رنگ میده. اگه فکر میکنی که دختر کار درستی کرد، یه قلب برام بذار.